سلام. امروز اومدیم با ادامه خطبه بدون الف امیرالمومنین علی علیه السلام. ویدیوی قسمت قبلیش این گوشه میاد. بدون آگاه باش که اینجا مهدیارانه، جایی که ما تصمیم گرفتیم تا تمام تلاشمون رو بکنیم تا یک کمی بیشتر از مردم عادی بتونیم توی تعجیل فرج نقش داشته باشیم. و این ویدیو قسمت 32 از 40 قسمت قرار منتظرانه. دیگه یواش یواش داره تموم میشه. قبل از اینکه بریم سراغ ادامه این خطبه، توی کامنت ها یه دونه جمله برام بنویسید که الف نداشته باشه. دمتون گرم. اما بریم سراغ ادامه این خطبه. گواهی میدهم به برانگیختن محمد، بنده و فرستاده او و پیامبر برگزیده او و دوست و خلیل او را برانگیخت در بهترین زمانها، هنگام فاصله فقدان پیامبران و فراگیری کفر، از روی رحمت از برای بندگانش و منت نهادن برای زیاد کردن نعمتش. به او نبوتش پایان یافت و به او دلیلش آشکار گشت. پس پند داد و نصیحت کرد و رساند و کوشش کرد. به هر مؤمنی مهربان بود، رحیم و بخشنده و پیامبری که پسندیده و دوست و پاکیزه بود. بر اوست رحمت و سلام و برکت و بزرگی و کرامت از طرف پروردگار آمرزنده مهربان و نزدیک و پاسخ دهنده و بردبار. وصیت و سفارش می کنم شما را ای گروهی که حاضرید به وصیت و سفارش پروردگارتان و یادآوری می کنم شما را به سنت و روش پیامبرتان. پس بر شما باد بر ترسی که دلهایتان را آرامش دهد و بیمی که اشکتان را جاری کند و پرهیزگاری و تقوایی که نجاتتان دهد، پیش از روزی که آن روز شما را پریشان و گرفتار سازد، روزی که رستگار شود در آن کسی که سنگین است وزن کردار نیکش و سبک است وزن گناهش. و بر شما باد به درخواست کرنش و فروتنی و تملق و خشوع و توبه و جدایی و دوری از گناهان. و باید غنیمت شمارد هر یک از شما سلامتیش را پیش از بیماریش، جوانیش را پیش از پیریش، گشایشش را پیش از تهیدستیش، وقت فراغتش را پیش از گرفتاریش، حاضر بودنش را پیش از مسافرتش، زندگیش را پیش از مرگش، پیش از آن که سست و پیر شود، مریض و دردمند گردد، کسل و خسته شود، از او پزشک و طبیبش، دوستش از او دوری کند، عمرش به پایان رسد، خردش تغییر کند، بعد گفته شود که او بیمار است و بدنش شدیداً نحیف شده، سپس در بستر احتضار و جان دادنی سخت و دشوار بیفتد. دور و نزدیک پیش او حاضر شوند، پس دیده اش را با خیرگی به بالا فکنده، نگاهش را مات دوخته، چهرش عرق کرده، ناله‌های دردآلودش آرام شده و جانش در حال از دست رفتن است. همسرش می‌گرید، دفنش نزدیک می‌شود و با مردن او فرزندانش یتیم گردند و جمعیت اطرافیان او گسسته شود و بینایی و شنوایی از چشم و گوشش برود و برهنه گردد و غسل داده شود و از هر جامه و پیرایه‌ای عاری گردد و او را خشک کنند و رویش را بپوشانند، کفنش را برایش گسترده و مهیا گردانند و تای دیگر کفنش را بر روی بدنش اندازند و با آن چانه‌اش را ببندند تا دهانش باز نماند. پیراهن و عمامه‌ای نیز برایش قرار دهند، او را در لفافی پیچیده اند و نزدیکانش با او وداع نموده به درودش گفتند. بر فراز تابوت هم شود بر او نماز یا تکبیر بدون سجود بخوانند و او را از کاخهای زرنگار و قصرهای مجلل و برافراشته و فرشهای پرنقش و نگار و اتاقهای بسیار در هر گوشه و کنار انتقال دهند به درون گوری که برایش کندند، که تنگ است و از اطراف نیز تنگاتنگ با خشت‌هایی محکم بر هم چیده شده، احاطه گشته و سقفش را نیز با تخت سنگی پوشانده‌اند. بر او ریخته شده خاک قبرش و پاشیده شده بر او کلوخش و مسلم گشته ترس و هراسش و فراموش شده خبرش. پس دوست و همدم و خویشاوند و رفیق وی از او برگردند و همنشینان و دوستانش کسانی دیگر را به جای او برگزینند و او اکنون در قبر است و گرفتار مکانی تنها و خلوت. کرمهای قبرش در بدنش میلولند و خون و چرک بدنش از دماغش روان شود و بدنش را خاک قبر کهنه کند
و خونش بخشکد و استخوانش بپوسد تا روز قیامت و حشرش. پس او را از قبر بیرون آورند و در سور دمیده شود و مردگان خوانده شوند برای برخاستن از قبر و برانگیخته شدن به سوی حساب. پس در این هنگام گورها زیر رو شوند و آشکار گردد آنچه در سینه هاست. هر پیامبر و هر راستگو و هر شهید و بلیغ سخنور آورده شوند و عهدهدار قضاوت شود پروردگار توانایی که به بنده اش آگاه و بیناست. پس بسا ناله ها که او را رنجور و زمینگیر کند و حسرتی که فرسوده و نحیفش سازد در جایگاهی هولناک و با شکوه و محل تجمعی بزرگ و شکوهمند در برابر پادشاهی بزرگوار که به کوچک و بزرگ کاملا داناست. پس در این هنگام عرقش تا دهانش برسد و اضطرابش او را به تکاپو و ناآرامی وادارد. اشکش سبب ترحمش بر وی نشود، فریادش را کسی نشنود، حجت و برهانش پذیرفته نگردد، نامه اعمالش آشکار شود، جرائمش روشن گردد و هر عضو بدنش به سخن آید بر کردار بدش. پس گواهی دهد چشمش به نگاهش، دستش به ظلم و زدنش، پایش به رفتنش، پوستش به تماسش، شرمگاهش به عمل یا تماس. او را نکیر و منکر تهدید کنند، پرده اش از او برداشته شود هر سو که بچرخد، گردنش به زنجیر و دستش به غل بسته گردد و کشان و تنها برده شود، با ناراحتی سخت وارد جهنم گردد و پیوسته در جهنم عذاب شود. از آبهای داغ بر او بنوشانند که گوشت صورتش را کباب کند و پوستش را بکند. فرشته عذاب او را با گرزی آهنین میزند، پیوسته پوستش پس از پخته شدن و سوختن از نو تنیده می شود. پناه می خواهد ولی مأموران جهنم از او رو برگردانند. فریاد سر می دهد و توأم با پشیمانی دورانی طولانی در جهنم درنگ می کند. پناه می برم به پروردگار قدیر از بدی هر سرنوشتی و از او خواهش و عفو و بخشش داریم، به سان کسانی که او از آنها راضی گردیده و مغفرت و آموزش می طلبیم، به مثل کسانی که ایشان را پذیرفته است و تنها اوست رسیدگی کننده به پرسش من و تنها روا کننده خواهش من. پس کسی که کنار شد از عذاب پروردگارش به قرب او در بهشتش قرار گرفته و در کاخها و نعمتهای او جاودان متنعم است و برخوردار از حورالعین و فرزندانشان شده و جامهای لذیذ نوشیدنی گوارا پیرامونش بگردانند و در بارگاهی با شکوه ساکن گردد و در بهشت فردوس جا و مکان گیرد، در نعمتهای سرشار به سر برد و از آب چشمه تسنیم سیراب شود و از چشمه سلسبیل آمیخته به زنجبیل و مهر شده به مشک و عبیر بنوشد که پیوسته نشاط‌آور و سرورانگیز است و از نوشیدنی هایی در باغی روشن با درختانی پربار می نوشد که هر کس از آن بنوشد هرگز دچار سردرد نشود. از نوشیدنی گوارا او را چشانند که هرگز عقل و هوش وی را نبرد. این است درجه کسی که از پروردگارش بترسد و نفسش را بر حذر دارد، و آن است کیفر کسی که نافرمانی کند پدید آورنده خود را و نفسش برای اون نافرمانی آفریننده اش را زینت دهد. و این سخن تمیز دهنده و حکمی عادلانه و بهترین داستانی است که برای دیگران خوانده شده و بهترین موعظه و پندی که داده شده و بدان تصریح گشته قرآن است از طرف خداوند حکیم حمید، روحی روشنگر و قدسی. آن را بر پیامبری هدایت یافته و عالی مقام نازل کرده که رسولان گرامی نیکوکار و فرستاده خدا بر این پیامبر درود و صلوات فرستادند و پناه میبرم بر پروردگاری مهربان از شر هر رانده شده ای. پس باید که زاری و تضرع و ناله و استغاثه به درگاه خدا کند هر کدام از شما که چنین میکند و ما طلب آمرزش و بخشش میکنیم از پروردگار هر مخلوق، هم برای خودم و هم برای شما. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین و السلام علیک یا بقیت الله. بعد از این ویدیو خوندن دعای عهد یادتون نره. اللهم
عجل ولیک الفرج به حق زینب کبری سلام الله علیها.